سلام بچه، امید که جور صحت سلامت باشید. به ویدیو جدید خوش آمدید. خب در این ویدیو ما درباره مقدمات برای یک تریدر، البته با یک تریدر نیاز به چه کارهایی دارد و چگونه شروع به آغاز کار ترید کند. خب اینجا بعض نقاط موارد را من لیست کردم که به شما به خانش خواهیم گرفت. خب پیش از همه که شما میخواهید یک تریدر شوید، البته خب آشنایی کامل به ترید یا تریدینگ را ندارید، شما باید این نکات را مراعات و آشنایی به این نکات پیدا نمایید. خب در قدم اول آشنایی با مارکت فارکس، کریپتو یا سهام. آشنایی با مارکت فارکس. خب البته شما شاید شنیده باشید که کریپتو، ارز دیجیتال، فارکس، استاکس مارکت، بازار بورس ایران، این همه چیزا را شاید شما شنیده باشید یا هم در حال تحقیق آن هستید. خب بازار فارکس یا فورین اکسچنج یا تبادل ارزهای داخل ارزهای خارجی، یعنی دلار امریکایی در بدل دلار استرالیایی یا دلار استرالیایی در مقابل پوند در مقابل پوند و یا هم پوند در مقابل ریال یا هم ریال در مقابل یورو. خب این هم ارزها در مقابل هم تبادله میشه و اکسچنج میشه که این مارکت رو فارکس میگوید. مارکت دیگه کریپتو کرنسیز. کریپتو رمز ارز با معنای در فارسی داری، یعنی رمز ارز می باشد. رمز کریپتو کرنسی ارزهای رمز ارزهای دیجیتال. خب کریپتو کرنسی نیز مانند فارکس ترید می شود که من خودم از کریپتو کرنسی در ترید استفاده می کنم. خب کریپتو کرنسی که چند نوع کوین ها داره، یکی کوینز هست، دیگه آلت کوینز هست و دیگه شیت کوینز هست. آلت کوین که یک دونه کوین است، اون هم بیت کوین است، و آلت کوین که ایتریوم، سولانا، بین بی و غیره می باشد. و شیت کوینز مانند آلت، پیپل و غیره، این همه آلت کوین می باشد که این همه در بعد بیت کوین یا ایتریوم یا هم تیتر یا پیسه یو اس دی تی دلار امریکایی ما این همه را تبادله میکنه. و بازار سوم استاکس مارکت است که بازار امریکایی میں امریکا می باشه که شرکت های بزرگ مانند اپل، امازون، ایربنبی و غیره در آن سهم خود را به شروع و سهم خود را گذاشتند و مردم میتونن به طور آسان و ملکیت و سهم آن شرکت را گرفته و آن را روزانه ترید نماید، بالا بخرد، بالا وقت بالا رفت بفروشد، وقت پایین آمد بخرد. خب با آشنایی با مفهوم ترید، قسمی که چند لحظه پیش یادآور شدم که با فروختن در بالا و با خریدن در پایین مارکت و این را ترید میگه. ترید ما با کسی گفته میتونیم که تریدر یا ترید و عمل ترید و عمل گفته میشه که با خرید و فروش در آن باشه، یا ارزان بخرد و قیمت بفروشد. خب این رو عملی تجارت ترید و یا تریدینگ گفته میتونیم. کسی که این کار را انجام میدهد آن را تریدر و شما خطاب مینامید. و خب تریدر اصلا مطلب ما شما ترید در ترید خرید و فروش در مارکت ها، این سه مارکت فارکس، کریپتو، سهام مطلب ما می باشد که در بازار فارکس، کریپتو و سهام ترید نماید، آن را ما شما تریدر می نماید خطاب می نماید. خب آشنایی با چارت. بعد از اینکه مارکت رو فهمیدید و شما میرید آشنایی با چارت پیدا میگه که چارت اصلا چی است، مارکت در کجا. خب جای تحلیل و جای مردم در آن پیش بینی یا انالایز یا تحلیل میکنن. آن تریدینگ ویو چارت است که یک وبسایت بزرگ آن تریدینگ ویو و چارتینگ و غیره می باشد که در آن مردم البته مارکت های خود را تحلیل می نمایند. خب که یکی از مشهورترین آن تریدینگ ویو و خب بهترین آن تریدینگ ویو می باشد که در آن مردم ارزها، کریپتو کرنسی، فارکس، فورین اکسچنج و استاکس، همه با همه بازارها در آن موجود می باشد. و تعقیب نمودن یوتیوب برای ترید. خب برای افزایش معلومات شما نیاز به یوتیوب دارید. البته شما اگر شما زبان انگلیسی را خب بلد باشید، شما با درستی و با آسانی یک تریدر موفق شد، چون معلومات انگلیسی زیادتر می باشد. کتاب های البروکس
در انگلیسی می باشد. بعضی کتاب ها در راجع به ترید همه آن در به زبان انگلیسی زانی پیدا می توانیم. و آشنایی با سبک معاملاتی. خب ما شما باید بفهمیم سبک معاملاتی چی است. The way we trade is called وقت قسمی که ما ترید میکنیم، قسمیت آن ترید خود را ما سبک معاملاتی میگیم که پرایس اکشن است، مارکت نیست و ICT است. دیگه سبک هم سبک ها را ما داریم، ولی بهترین آن پرایس اکشن، مارکت و ICT می باشد که با آشنایی با این سه من به این سه سبک آشنایی دارم که پرایس اکشن مورد دلخواهم است و پرایس اکشن من تدریس میکنم و هم استفاده میکنم. خب شروع معلومات خب بعد از اون که این معلومات در این سیستم پیدا کردید، خب بهترین البته که پرایس اکشن و پیشنهاد پیشکش میکنم برایتان که پرایس اکشن را شما برگزیده و در آن معلومات خود را افزایش بدید و پس پرایس اکشن را به درستی و کامل شما یاد بگیرید. تعقیب کورس مشخص که ما بعدا هم کورس های خود را نیز آپلود خواهیم کرد با طور مجانی و امتیازی و کورس های مشخص نیز مثلا البرگز میتون در تلگرام و یا هم در بعضی کانال های تلگرامی و یا هم در کانال های یوتیوب شما میتونید کورس های زیاد را دریافت کنید. کورس پرایس اکشن، کورس ICT، کورس اسمارت منی زیاد شما پیدا کرده میتوانید در یوتیوب به طور مجانی. افزایش معلومات شما هر مثلا در چت جی پی تی، گوگل، در هر پلتفرم شما میتوانید معلومات خود را دریافت نمایید. مثلا چت جی پی تی، گوگل و غیره. وقت شما یک تایتل را برشان تایپ کردید و شما معلومات کافی را دریافت خواهید کرد. خب این هم موارد بود که شما باید بفهمید، بعد در آن تحقیق و ریسرچ کنید. خب منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید و سابسکرایب کامنت و لایک چینل ما زیاد نره تا ما حمایت شویم و ویدیوهای دیگر نیز برایتان آپلود نماییم. تشکر.